سلام، خیلی خوش اومدید به کانال ایس سردلان مردان هستم و امروز میخوام براتون تیرکمون سنگی ورژن 2 رو درست کنم. چون که به من گفته بودیم که خب ما وسایل حرفه‌ای نداریم، مثلا فارسی بر و مثلا اره اینا تو خونمون نداریم و نمیتونیم اون تیرکمون سنگی رو درست کنیم. برای همین من تصمیم گرفتم که یه تیرکمون سنگی ساده‌تر بهتون آموزش بدم که همون قدرت رو داره ولی خیلی ساده است و راحت میتونید تو خونتون درستش کنید. بریم سراغ ویدیو. برای ساخت تیرکمون سنگی خودتون شما به یک کاتر، یه بطری که این شکلی قسمت درش بزرگه، دو تا بادکنک، البته از یه بادکنک هم میتونین استفاده کنین و یه دونه چسب برق نیازه. برای بهتر بریدن این میتونین از قیچی هم استفاده کنین. تو مرحله اول شما نیاز دارین که این قسمت در بطری خودتون رو ببرین و کامل از اینجا نبرین، یه ذره از بالاتر قراره ببرین. بعد از اینکه در بطری خودتون رو به این شکل بریدین، همونطور که می‌بینید یه قسمتش رو من گذاشتم بمونه و کامل اینو جدا نکرد. در خودتون رو میذارین کنار و بادکنکتون رو برمی‌دارین. این قسمت دراز بادکنک هست، اینجا رو باید ببرین به این شکل. این قسمتی که بریدین اون یکی بادکنک هم به همین اندازه این قسمت بالایش رو می‌برین. حالا بادکنک خودتون رو برمی‌دارین و دور این قسمت در بطریتون میندازین. لایه اول بادکنک خودتون رو با چسب برق تو جاش محکم میکنین و بادکنک دوم خودتون هم بر میدارین و از تو این رد میکنین و اون رو هم تو سر در بطریتون میندازین و تمام. کار ساخت تیرکمون سنگی شما تمامه. بریم برای تست کردنش. ببینید مسلح کردن تیرکمونتون خیلی ساده است. فقط کافیه که درش رو باز کنین، یه دونه سنگ رو توش بندازین و سنگ رو از این قسمت بگیریم و شلیک کنین. مثل اینکه اینا برچسباشون کیفیت خیلی خوبی داره، همونطور که می‌بینید تو تیکه تیکه شده ولی هنوز اصلا باز نشده. خیلی جالبه. آقا خیلی ممنون ویدیو رو دیدیم و اینکه اگه اینو تو خونه خودتون درست کردین فیلم یا عکسشو برام بفرستین و نظرتون هم در موردش بهم توی کامنت ها بگین و به اینکه قدرتش خوب بود، آیا ساختنش سخت بود یا نه. حرفی نمیمونه. دوستتون دارم. خلاق باشین. فعلا.